تو سیاست 3 دسته آدم هستن. دسته اول که سعی میکنن تفرقه بندازن، جدا کنن نیروها را از هم دیگه، مبارزین از هم دیگه، با فحاشی، با هزار دوز کلک، با لباس فیک پادشاهی خواهی در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن. دسته دوم یا ساده لوحن، آگاهانه یا ناگاهانه برای پوست اندازی رژیم تلاش میکنن. سوزن نخند، هی میخوان همه رو با هم بدوزن، هی میگن ما همه با هم هستیم. یعنی مجاهدین، تجزیه طلبا، چپولا، جمهورخواهان الکی، وابستگان به رژیم های دیگه، همه بیان با هم دیگه کمک کنن که این رژیم پوست بندازه. دسته سوم سیاسیون واقعی، دلسوزانه، میهنن که سعی میکنن اتحاد ایجاد کنن. با یه دست شاخ و برگای اضافی رو میزنن، فحاشین رو دور میکنن، اینایی که مخل کارن دورشون میکنن و باید دست دیگه بین نیروهای مشروطه هایی برای پادشاهی پهلوی تلاش میکنن که اتحاد رو برقرار کنن، نظم رو برقرار کنن و کمک میکنن که این رژیم تبهکار سقوط کنه. اینا برای آینده ایران، برای فرزندانمون بدون سر صدا، بدون حاشیه در حال کار کرده هستن. شما جزء کدوم دسته هستید؟